گذرانده سال 1997 سال ماهای تقریبا ایول مابینای ایول یعنی ما را از خانه پدر آمدن اسیر گرفتن همون گروهی ریزمان سازی رو. در این اسارت ما زیادتر از 7 ماه اسیر ماندیم. وقتی که ما را اسیر گرفتن ما شب و روز ما تقریبا وزن ما تا 70 کیلو بود. وقتی ما از اسارت آمدیم 33-34 کیلو شدیم. به این خاطری که وقتی اسیر گرفتن یک درون چوه بسیار جای ظلم، جای بسیار چیزی مقصد که انسان وقتی که در حیوانی که می روه در او دیگه فرقیت نداره، او خواه مسلمان است، خواه کافر است، خواه حیوان است، برای او دیگه هیچ چیز ممنوعیت نیست. همه را قتل هم میکنن، کشتار هم میکنن. مقصد که نان و آب یگان چیز برای او انسان شرط نداره که اونا را بسیار نگاهبین کنن. وقتی که ما را بردن ما در یک بسیار یک تنگخانه بدیم که همگی درازیش یکی نیم، پهناییش هم شاید که 40 سانتی متر بود. ما در اوجه 1 ماه و 28 روز بالای اینده با رحمتی سیبرهان آوردن در بالای ما همونجا موندن. با یک 10 روز دیگه وقتی ما بود او پسر ایشانزاده را هم بود، او را هم بردن قتل کردن در نزد ما در شب تقریبا نمیدونم ساعت 3 شب بود در نزد دریای کوفرنیان طرف دیهای سنگ بودن میگن در اونجا در پیش ما قتل کردن. خب بعد از اینجا ما را گرفتن طرف های کوهای مغمروت و خرنگان و جا بردن. ما شخصا بخدم دو درشم ما شوکورتر بود قطعی بشه رحمتی عبدالسلام اسیر بودیم. ما چند تا چوها کندگیم، اتکافو کندگیم برای اونا را. مقصد که ما را مجبور میکردن اسیر بودیم ما میکندیم.